گداریا رادیو رتزش مسکوی دکن سلاف بودم و بخیر بگدارین دلال رادیو رتزند کارن ببین تو رو اینترنت بوی ناونی شانه مالپر رتزه نقطه کم ایرو شمی 24 کانونیه گداریا دنگو بحثی نرتیه که بکن دوشمی 19 کانونی الپایتخت ترکیه باجاری انقره بایلوزی روسیل ترکیه اندری گنادیویچ کارلوف راستی گیریش که چکداری هات الگوری زانیارین دسپیک اندری کارلوف دنجامو وی گیریش چکداری دا بگرانی بریندار بو او پشتی گیریش کارلوف بلس بو نخشخانای هات بگواستن لیبلی پشت رول برگرانیا برینی نخشخانای که انقره جیان خوش دست دا هات زانین که بایلوزی روسیل ترکیه اندری کارلوف انقره بجداری مرسیمو وکرنا پیشنگه که یا وینا او تابلوی نووندا هنری چکداشی بو او پشتی مرسیمو وکرنی پیشنگه دا آخافتن پیشکش کرد گوری آگایان دما پیشکش کردن آخافتن دا کارلوف راستی گیریش چکداری هاتیه شدی بو یاری تلویزیون CNN ترکیه راگیاند دما که بایلوزی روسیه نو پیشنگه دا دگریا کسی گیریش کرد در بازی نو پیشنگه بو او دسپیک دا گله بردو هوای و پاشی بجدارنش پیشنگه در خستن داری او پشت بایلوزی روسیه دا برگولن شده راگیاندیه کسی گیریش کرد ترکی دا خوی گوت از الور ساخت در ناکبن هوجی در ناکبن پشتی بویاری وزیر نوخایی ترکیه سلیمان سویلو بابایی که بلاس گیشت جی یریشی کارلوف دو سال بکوه که بایلوزی روسیه یل ترکیه دست کار کربو سرکوتیا ترکیه دخیانی که دو رگیاند شب دوشمی 19 کانونی سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان تلفنی لگل سرکی روسی ولادیمیر پوتین آخوی لگور دخیانی انجام دادن وی پیوندیو تلفنی پشتی بیار یریش چکداری یالدشی بایلوزی روسی الانقره اندری کارلوف پیک هاتیه اردوغان وی پیوندیو تلفنی دا پوتین شورگلین بیار کشتن بایلوزی روسی یل انقره آگادار کریه سروکی روسی ولادیمیر پوتین راگیاند کشتن کارلوف مبست تگدانا پیوندین مسکو و انقره و چکرنا آریشین لمبر هولین چاره سرکرنا کریزا سوریه پوتین گوت افدی طولو کشتن کارلوف خورد کردنا شهر دژی تروریردن ولادیمیر پوتین درباره بیار کشتن بایلوزی روسیه یل انقره اندری کارلوف دخیانی کدا پوتین سرساغیش مالبت دوست و قبول پزمام اندری کارلوف را خواست و داخوش وزیر درویه‌وی ولاتی سرگئی لاوروف کرد که مراسمک تایبت بو وگراندن ترمی کارلوف ساز بکه پوتین داخیه کرن که کشتن کارلوف بارمان چاتیه کرن و دا کفشک که اف بیار واند شرل دژی تروری دا مکرتر دکه پوتین واخوی اف هلبت پرووکاسیون که دژی آسایبونا پیوندین روسیه و ترکیه هر وا پرووکاسیون که دژی هفدانین روسیه ترکیه و ایرانی ینش بو چاره سری آشتیان یال سوریه تنی برسیبه کبیه اوجی پیسکرنا تکوشینال دژی تروریسمیه پوتین امجب کسیتیه بایلوزی کشتی روسیه یل انقره اندری کارلوف جیکر و گوت کارلوف دیپلماتکی سرکفتی دلپاک و تجربه الولاتی کلی کار دکر خودی ایمیجی که گلک باش بو بریا ترکیه و هیزن دنیان سیاسی پیوندین وی ین گلک باشه بون ریسل وی دگرتن سروکی روسی دازوانین که ده سردن وی هری داوین یا بو ترکیه دا بایلوس اندری کارلوف حتی داویا سردانی پیرو بیا و دست نشان کرد که کشتن کارلوف یک جوان کارونه که دبه سدمو بلابونو کین و نفرتی دوباره خلقی دا اول سروی اساسی جی افهاد کشتن ولادیمیر پوتین دا خواست حکومت ترکیه جی کرد که لکولینه که هور درباره بیار کشتن کارلوف دا بکه وزیر نوخایی ترکیه سلیمان سویلو نسنامه کسی یریشکار کل انقره تاقه بایلوزی روسیه ترکیه کرد و اف کشت اشکره کرد سلیمان سویلو راگیاند کسی یریشکار نووی مولود مرد altıntaşe و کارمند پولیسی ترکیه Söylü gut Mevlut Mert Altıntaş bizde sali buye ul navçe soke ya parezgeye aydiniye Vaziri Navxayi Türkiye diyor ki Altıntaş drevebriye çalakin sivil yen enqareda polis buye u de sal niv servi kari buye Süleyman Söylü destişan kar derbari hebuna pivendi Mert Altıntaş gelkesinden anjitri xısının teröristi lekolin tenkaran Erdoğan راگیاند آرمانجر کشتن بایلوزی روسیه تکدان پیوندی نوبر انقره و مسکویه و داکفشی که روسیه دخواست کرده که دلیکولین تایبت کشتن اندری کارلوف دا بجدار ببه پشتی وی پیوندی تلفنی اردوغان دخیانی که تلویزیونی دا بیار کشتن بایلوزی روسیه یل انقره شرمزار کرد سرکومری ترکیه دست نشان کرد آرمانجا کشتن بایلوزی روسیه تکدان پیوندی نوبر مسکوف و انقره لیبل تو آلیک نکاره آستانگیان بو پیوندی نوبر روسیه و ترکیه چه بکه رجب طیب اردوغان دا کفشی که روسیه دخواست کریه روسیه لیکولین درباره کشتن کارلوف دا بجدار ببه او راگیاند بو وی مبستی امدی کمیته که بش یا لیکولینی یا ترکی روسیش بو انجام دان لیکولین درباره کشتن بایلوزی روسیه دا پیک بینن
روسیش بولی پرسیکرنا کشتنا بایلوزی خوی انقره اندری کارلوف تیمک پسپور شاند ترکیه شاندا روسیش 18 کسین پسپور پکته و 20 کانون دانی سبگیشن انقره شاندا پشت راجی چوجی کو بایلوزی روسیه هاتو بکشتن و لکولین برفرکر و سردوزگری کمری انقره زانیاریستان شالی که دن و ترمی اندری کارلوف هم اویر جدانی ایواری پشتی ری روسمک فرمی فروکه که بو روسیه هات شاندن هات رگیاندن کسی که بچکی یریشی بایلوسخانه آمریکا یل انقره کرد. الگوری میدیا ترکیه کسی که بچکی یریشی بایلوسخانه آمریکا یل انقره کرد. پشتی یریشش علی هزین اولایی و هات گرتن. هات گوتن که کسی که بناوی شاین ایس البر اویا بایلوسخانه آمریکای سر جاده تاندوگان انقره ساعتا در دور چراب بچکی هشت نه گله بردانه هوای. هزین اولایی ینهری میش بولی پرسینی برن ریبریو اولایی یا چانکای انقره. او یریش دمکی دای که 19 قانون ایواری بایلوزی روسیل انقره اندری کارلوف دیریش که چکداری دهات بون کشتن انقره برگرین اولایی زیده کرنه پشتی بویار کشتن بایلوزی روسیل انقره اندری کارلوف هر یکش امریکا و کبرا اسلامی یا ایرانی بایلوسخانه و کنسولخانه خال ترکیه گرتن بایلوسخانه امریکا انقره داخلینیک بلاف کر اوته دارا گیاند شبو دما روزه که نونتی خادگرن و کار خا را دوستینن کمرا اسلامی یا ایرانی جیب همان اوایی داخلینیکی دا داخلش روندا ایرانی کرب تا اوایی که سردن بایلوسخانه و کنسولخانه خا نکن و خوش جی دونتیان دور بکن هیا داخلینیک دن داخلینی بایلوسخانه ایرانی دهاتی گفتن کاش بلی بایلوسخانه کنسولخانه وان لباجار استانبول ازیروم و ترابزون جیب همان آوایی هاتن گرتن سیشمی 20 کانونی وزیر دروی روسی سرگئی لاوروف گل وزیر دروی ترکیه مولود چاوشوغلو و وزیر دروی ایرانی محمد جواد ظریف المسکوی پایتخت روسیه پهورا جویان و درباره کریز سوریه دا گوتو بیش کرد پشتی جوینی وزیر دروی هر سه ولات روسیه ترکیه و ایرانی کنفرانس که بش یا روزنامه‌نی دا آمده بون و درباره نورک جوینی و رفش سوریه دا آخوین و راگیاندن که افپشگریا یک پرچه آخ سوریه دکن و یکتی آخ سوریه و که خط سور ناف کرن وزیر دروی روسی سرگئی لاوروف گوت ام سرت کوشینا دجی تروری ساکنین ما بحثا گوارتنا رژیمی نکر ام باورد که کد اف جوین ببه آلیکاردا کل سوریه هفدیدن سیاسیش نو دست بکن امی تکوشینا خیالن بر بخستن وقت داعش و النصرای بردوام بکن وزیر دروی ترکیه مولود چاوشوغلوجی دا کفشکو اول سر مجرا آگربست ساکنین و آگربست داعش و النصرای الخا ناگره داخلینی بش یا حرسی ولاتن دهات گوتن روسیا ایران و ترکیه آمدنش جبور کردن نابر رژیم سوری و اپوزیسیونی دا نابینکاری بکن حتی گوتن روسیا ایران و ترکیه بی جداکاری مذهبی و اتنیکی رزی سرویری و یک پرچبون آخا سوریه را دگرن هر سی ولاد گیشتن و بریاری که پرزگری که سوریه برین لشکری نوین چاره سر کرن در دور هریما البابی یا سوری دنجم چند یریشان دا لشکرین ترکیه هاتن کشتن و 18 لشکرجی بریندار بون سرفرمانداریا گیشت یارتش ترکیه داخلی که دا رگیان چارشم دایش بسی اتومبیل بومبکری یریش هزین ارتش ترکیه در دور هریما البابی کرد و انجام دا لشکر هاتن کشتن الگوری داخلی دوان یریشان در واحد 18 لشکرین ارتش ترکیه جبریندار بون کابرینا 6 وان لشکران گرانه سرفرمانداری ارتش ترکیه دیار کرد که یریشان روز چهارشنبه گیشتی 14 لشکرین ارتش ترکیه هاتن کشتن و هجمار لشکرین بریندارز با 33 کسان زیده بویه داخلی در وا درق زرارین دایشی هاتیه گوتن که 138 چکدارین دایشی بچون داش علی ارتش ترکیه هاتن کشتن ارتش ترکیه یک جی راگیاندیه که شر و بچون حریم و البابی بگرانی دوبه فرمانداری گیشتی یا ارتش و هزین چکدارین سوریه پیشمی 22 کانونی درباره رفش داوی یا باجار حلب دا داخلیک دا فرمانداری ارتش سوریه داخلی خود کنترل کردن توی تاقین باجار حلب فرمی راگیاند الگوری داخلی پروسی و گواستن چکدار بریندار و خلق سیویل تاقین رجلات حلب تمامی داوی پیهاتیه نه تمامی عالی رجلات حلب من کنترل هزین حکمت دایه ارتش سوریه پشگری روسیه و ایرانی اپراسیون برفره بو کنترل کردن تاقین رجلات باجار حلب بدا که پیشتر دست کومن چکدارین دجبره دا بود دست بکر و پشتی دمه که کاری هزین دجبره بشکنه و کنترل پرانی رجلات باجر بگره دست خواه
وزیر برگری روسی سرگی شویگو رگیاند ولاتی ویش دست اپراسیون نوی سوریه 30 ایلون 2015 و 35,000 چکدارین اپوزیسیونی سوریه کشتیه. شویگو جوینه که به برپرسین به بلندین ارتش روسی را رگیاند. فروکین وان لسوری 17,800 یریشن ازمانی انجام دانه. هفته و 1,000 جار بنگین تروریستان آرمانچ کرده. 725 کامپین پرورده کرنه. 405 کارگین چکرنا چکان و 1,500 الاوین لشکری آرمانچ کرده. دنجامی دا 35,000 چکدار کشتنه. اجناب وان 204 فرماندار بون. اجالی که دن و سرکی سوری بشار اسد رگیاند. سرکفتن الحلبی نتدی یا سوریه لی سرکفتن روسیه و ایرانیه جی. زیدتری مه که رژیم سوری و میلیسین ایرانی و به پشتوانی روسیه گیریشه که تندل سرتاخن رجلات حلبی دست بکنه تی گوتن که تاویه حلبی کتیه دست رژیمی. دنگو بستنش با کوری کردستانی هفشردرین دی بی نوچین بایکانی و ویسل قرانی ین سرتی هاتن گرتن بریو 5 روزان هزین ابلکاریا ترکی فرمانو سردوزگری کماری ی سرتی اپراسیون بربون سر شردریان پارتی هریمن دموکراتیک او داویان دا لیگرین کربون شردر بایکانی سلوا اردوگان المالی شردر ویسل قرانی انس چنگیجی لشردری هاتبون بنچاف کرن هر دو شردر شو دو نوپیر درکتن پیش بری دادگی اپتومات آلیکاریا ریخستنا تروری هاتن گرتن سروکی دی پی کامران yüksek بردمای کردستان 24 داخیا کرن حتی ناشست هفشردارین وان هاتنه گرتن. دیرابازین آزادی کردستانی تاک برپرسیارتیو تقینه قیسری گرد سرخوا تاک جمال پرخوا یا فرمی راگیاند یریشو بومبئی یا زانینگی ارچیسیل دجی لشکرین ترکش آلی هزین وان وحاتیه کرن و اندامه کی وان یه بنوی چکدار خبات انجام یریش دا جانی خوش دست دایه تاک هروا داخلینی خود دا گفر ترکی خار و دا زانی که دی یریشن وان بردوان بکه. 5 روز بریل باجوری قیصری نو زانینگی ارچیسل دجی اتوبوس و لشکران یریشک بومبئی هاتو کرن و دنجامی دا 14 لشکر جانی خوش دست دابون و 5 لشکر جی بریندار ببون. اندامی کمیتی ریبر یا PKK مراد کرایلان رگیاند او چالاکین تاکی یک کلگوری حقوق شر یا نامنتوی تینکرن شاش نابینن اندامی کمیتی ریبر یا PKK مراد کرایلان دخینی که دایش بالپره که دیزی که PKK را سر ریخستن تایربازین آزادی کردستانی تاک گود من بری چند سالانج بو شهیده کی شتفگیر جب یا ترکی چالاکی فدایی کرده بو افتش گوته بو مروه کیش بو دوز خواه جان خواه فداده که اف مروه جی رزداریه دجمن تجیبه بوی رنگیه و بگمان امی خودیل فدایین جوان درکبن کرایلان آمجه به این چالاکین تاکی کر او گوت ام دیلک چالاکین ریخستن تاکی رخنه دکن ما بری هنه چالاکین وان شرمزار جی کر لیبل ام هر چالاکی تاکی نباش نابینن کرایلان گوت جی مثلا اف چالاکین ویداوی چالاکین چرچوه قانون شر دا هاتنه کرنه ام چالاکین گوری حقوق شر یا نانتوایی تین کرن شاش نابینن پشتی زیدتری ساله که شانده که پدکی بسرکتیو سکرتاری پولیتبیروی پدکی فاضل میرانی لباجاری سلیمانی بتفکر گورانی را جوین پیکانی دشمی 19 قانون چرچوه هفدانین بوچاره سرکرنا کریز سیاسی هریم کردستانی دا و بو پیکانی نا هفدیدن بالین سیاسی ین کردستانی را شانده که پله بلند یه پارتی دموکرات کردستانی بسرکتیو سکرتاری پولیتبیروی پدکی فاضل میرانی سردن باجاری سلیمانی کر شانده پدکی دسپیکی برپرسین یکتیان اجتماعی کردستانی را جویا و پشتی جوین سکرتاری پولیتبیرو پدکی فاضل میرانی و برپرسی دسته کارگری پولیتبیرو هنگی مله بختیار داخینی که هفبش دان و درباری نوروکا هفدیدنا نوبر هر دو پارتیان دا زانیاری دان پشت را شانده پدکی سرکتیو فاضل میرانی گیشت گری زرکت که بارگه سرکه یا تفگر گران الوره ولگر رایدرین گرانی دست پفدیت نکر هات را گیاندن جوین نوبر پدکی و گرانی المانا سرکی گیشت یه گرانی نفشریوان مصطفی پیکات هات زانین دوی جوینی دا بریار نای دان چمکو هر وقت خود بیجد و بو نوبر گران و پدکی جوینه که تنی داوی پی نای شب سیشمی 20 قانونی برای پولیتبیرو پارتی دموکرات کردستان ایرانی آنگو حزب دموکرات کردستان دکیت ناس کردن دو تقین رودان و دنجامی دا 7 کس شهید بون و 12 بریندار هنه یک شهیدان فرمانداری حزب پیشبرگین و پارتیه دو ناپید مراسمی که تایبت دا شهیدان هدکل باجاری کوی هات وشارتن و سکرتاری گیشت یه هدکه خالد عزیزی کنفرانسی که روزنامه‌نویسی دا دم مراسم و وشارتن جنیازن شهیدان دا باجاری کوی راگیاند کو افبرسی و تروری نادن
کمرای اسلامی یا ایرانی کارین تروری دکه لی حزبات دموکرات کردستانش ترور و یریشان ناترسه. خالد عزیزی هروا گوت وی روژی شو بیرانی ناش دایک بونا ریبری پارتی دکتر عبدالرحمن قاسملو بو کمره اسلامی ایرانی چرانویس خود نفچه داده ترسه وش بر وی یکی کارین و انجام داده لنبر رودانوان تقینون چرشمی بیستی یکی قانونی سرکاتی ها حریم کردستانی داخلی که دا تقین الدجه دکی یل نفچه که یه تندی شرمزار کر او راگیاند بیویست دزگه او سازین پیوندیدر او آسایش زودترین دم انجام دارین به کاری تروریستی ببینن او تسلیم یاسایی بکن او همو ریکار جیوارن برچاف گرتن داکو بیارین وسا دوباره نبن. وزیر درویین هر سوالات اوروپی بلژیکا هولندا و لوکسمبورگ دشمل هفلیر الجل سروک حکومت حریم کردستانی جویان وزیر درویین ولات بینلوکس رفش نافچه و داوی پیشاتن شر داعش الجل برپس حریم کردستانی گوتو بیش کردن بایلوز عراق الهولندی سیوان برزانی بری دست بکردن جوین وزیر درویین بینلوکس الجل سروک و جگری سروک حکومت حریم کردستانی راگیاند رفش پینابر و کوچبران پرورده کنه هزین پیشبرگه و چند برپس حریم کردستانی را هات گوتو پیش کردن که هر دو ولات هولندا و بلژیکا هزین پیشبرگه پرورده دکن گورمال پر صداقتی حریم کردستانی جی وزیر درویین بینلوکس سردانو بنگین رای نکردن هز پیشبرگه ینج اولی هف پیمانی نو دولتی و تیکرن کرن هجمار کرفشنبیری کردین سوید شهر چهار پرچین کردستانی جبو پشگریا پیواجوی سرخوبون کردستانی خیباتا که سوسیال میدیال دار خستن حتی نوع 700 نوت که سان پشگری دانه اینیسیاتیوی کد نوان دو چند نوین نافدارین کردل سویدی او دروهنه اینیسیاتیو گیرو نامه پشگری سرنامی سروک حریم کردستانی مسعود بارزانی شاندن نامه دا تی گوتن هیوی او آرمانج میلیون کرد و کردستانی جیانی اوه که باشوری کردستانی بگیشه سرخوابون خواه و اوش بو توای کردستانی ببه هیلینه که اوله دخوازم اوه که یکتیو هری بفره یا همو اولی و هیزین کردستانی پیک بی و پروسس سرخوابونی بگیشه انجامه که بوه که آرام و اوله گیشتن انجامه که سرکفتی یا پروسس سرخوابونی دا رولا سروک حریم کردستانی مسعود بارزانی دواری لحواتان و پیشنگه دا گلکی گرنگه ارتش عراقی راگیاند که سدم هری مزن یا دست بکرن قلا خودیام یا اپراسیون رزگار کردن مسئولی سیویل نوباجه دانه فرمانگه اپراسیون نینیوه داخلی که رجدمانی دا راگیاند که قناق یکم یا اپراسیون رزگار کردن مسئولی داوی بویه اوی دیار کرد که اوش بود دست بکرن قلا خودیام یا اپراسیون مسئولی بند و فرمان سرکوزیر عراقی و سروکی گیشتی هیزن چکدار هیدار عبادین او واگود قناق دیام دا پیوستی واند پیزگه زیده تر هبه اوی فرمانداری آخفتن آخوا وادوماند سدم هری مزن یا دست بکرن قناق دیام یا اپراسیون رزگار کردن مسئولی هبونا سیویلانه دمو که اوان تاخان بلا بون اوان دید که گلک سیویل اجباجه در نکتنه دایش سیویلان اوک متالین زندیب کارتینه هر و الوان تاخن کنترل کری توپان یریشان دکن حتی نهاد چرچوه اپراسیون دا 40 تاخن مسئولیش دستی دایشی هاتنه درخستن ریخستن چافدری مافین مروان دراپورت خدا پکیکی براواندن او چکدار کردن زاروکان تایبت زارکن کردن ازدیل شنگالی تومت بارده که پیشمی 22 کانون ریخستن چافدری مافین مروان هومن رایچ ووچ راپورتک بناونیشان عراق بکارانین زاروکن سرباز جالی کومین چکدار و بلاف کرد ریخستن چافدری مافین مروان هر و پارتی کارکردن کردستانی تومت بارده که زاروکان دراوین او وان چکدار که تایبتیش دوی راپورت خود و نا آمجب چکدار کردن زاروکین کردن ازدیل دور شنگال یا باشوری کردستانی کریه دبشه کردن یا راپورتی دا ریخستن چافدری مافین مروان دخواست شکومت حریم کردستانی دکه شیوه که سرکه سرداری گل وان زاروکان بکه که گمانتی کرد پیودی کومین چکدارن هبن و وان وکه قربانی رفتر خراب تمشه بکن نه وکه توان بار قایمقامی نوچه شنگالی راگیاند که 5 سانتیمتر برف سری چای شنگالی باریای او دخواست شرکسی کرد که بهوار خلق شنگالی و بچن قایمقامی شنگالی محمود خلیل راگیاند که سری چای شنگالی نابر 45 حتی 5 سانتیمتر برف باریای اول شنگال او در دوروی 8000 او 66 مال بر سرمای او کیمیا سوتمنی او خارن او جلوبرگان او نبونا کاره بدرفشک خراب دانه محمود خلیل دیار کرد که شنگال دوره که ویران کریه اوش برویش یه دخواج شرکسی دکن که پهوار خلق شنگالی و بچن که بکار بنش آلی سوتمنی خارن و جلو برگان آلی کاری خلق شنگالی بکن جبر که خلق وی نوچه درفشک خراب دایه دنگ و بسین جیانی شب دوشنبه 19 کانون برلین یا پایتخت آلمانی کامیونک با جدون که لز در بازی نو بازار که فروتنا کل و پلین سالا نو بو
و دنجامی دا 19 کسان جان خوش دست دان و 5 کس جبرین دار بون. جگری ریوبری پلیسی برلین گوت آژانسان و چین سینین بیاری اوان شوک برن. گوری زانیاریان گیریشکر یکی پالستینی بویه. خواستیه براول لی پلیسین آلمان وی گرتن. دوری هات زانین که اف نه گیریشکار بویه. پلیسی آلمانی لخورت اکیب اصل تونیسی دگره که گمان تکرن انجامداری گیریشب کامیونی یا دوشمی بویه. میدیان آلمانی جزاری برپسین پلیسیانی وی ولاتی و هر و دانخویا کرن که تمنی وی کسی تونیسی نابر 21 حتی 20 سالیه و بسی نوی جداجیتی ناس کرن. پشترا شیورمند آلمانی آنگیلا میرکل فرمی راگیاند که بیار برلینی گیریشک تروریستیه. هر و رخصتنا دایش داخلی که دا پرپسیاری گیریش لخوا گرته بو و راگیاند بو که آلیگره که وی رخصتنا گیریش بکانیه. لباجاری تزوریخ یل سوئیسری گیریشه که چکداری پیکات و انجامی تا 3 کس بریندار بون. شب 19 کانون نزدیک نوونده اسلامی لباجاری تزوریخ یل سوئیسری گیریشه که چکداری پیکات. لگوری آگاهیان انجام گیریشه تا چند کس بریندار بونه. پلیسی باجاری تزوریخ یل سوئیسری رودان گیریشه پشراس کر و راگیان کد گیریشه تا 2 کس نهاتی کشتن. لبل 3 خورد بریندار بونه. پلیس هر وا ندا خیا کرن که گیریش چالی چند کس هم پیکاتیه یان سدمی گیریشی چنه. روز اینی پلیسین استرالی دانخویا کرن که وان 7 کس گرتن و پلان گیریشن وان ین تروریستیش نبرنه که بازار میلبورن دیامین بازار هری مزن استرالی انجام بدن. برپس پلیس ین هریم ویکتوری راگیان که وان 7 کس دست سر کرده که تخیا کرن اندامی دولت اسلامی دایشی بن. وان پلان کرده بود جشن بوینا ایسا و سرسالی دا لیستگه ترین میدان فدرال و دیر سان پال گیریشن تروریستی پیک بینن. هات زانین اف 7 کس اف دمک دیش بو جیر چفدری دا بون وش آلی هزین اولکاری و دهاتد شپاندن. انجمن آسایش ناو دولتی سر بریاره که درباره چون و چفدیران بو سوریه قبول کرد. فرانسا پروژه بریاره درباره چفدیر کردن پروسیه و گاستان ولاتیان جروجلات حلبی آمده کرد بود. لیج آلی روسیه گفت کارانینا ویتا خاربو کد اگر دنگدانی سر کار بینه. پشتی که پروژه بریار هات گوارتن و نیرین روسیه سر هات استاندن پشتی وی انجمن آسایش ناو دولتی دنگدان و اف بریار هات قبول کردن. پروژه بریاره 23-28 پیش بینی لویتشتی دکه که شپاندن چفدیر ناو دولتی و زودترین پیشکشی آلیکاریا مروی جبو سیویلین حلبی چه ببه. بو چفدیران کتن همو هریمان دا دستور بی آستنگ بدن و پاراستن همو سیویلین که چونه و یان جیین بریار مانه دانه بی استاندن. گدارین هجا او بو وشانا دنگ و بحث نفتیه که شر 4 پرچین کردستانی و کردن دیاسپوری هر و نوچه نونتوی جاره کردن هفتیاتی دی سال سروی ناو نشانی امی راستیه بن. اما دکار و ریبر برنامه دنگ و بحث نو یا رادیو رتزه بیلس ترکیه حتی نی وشانا نو بمین خوشی و سلامتی دا.